خب آقا سلام به همه دوستان عزیز، چطورید؟ خوش آمدید به ویدیو جدید. یه سری از چنل ما دیدیم که آقا تازگی‌ها میان چیز میفروشن، پابجی مود میفروشن به اسم خودشون، بعد بعضی هم موندن. ما آموزش اینو گذاشتیم، ما آموزش اینو از این دوستمون تقریبا رفیق صمیمون هم هست که گرفتیم و تقریبا کامل میگم براتون توضیح همه چیو. ما در ادامه این ویدیو و ویدیو بالایی که آموزش ساخت تقریبا کار با پنل چیت هست، یعنی همون لایسنسش هم گذاشتیم حتی این بالا، یعنی اینا هم جفتش داخل ویدیو هست، داخل همین ویدیو، یعنی نیازی بری ویدیو بعدید. من فقط گفتم من اولش توضیحاتی بدم. اینا یه پابجی مود بچه‌ها، یه سری سورس‌های رایگانه خب که کانالای بی حیا و بی شرم بی ناموس و دزدان عزیز میان این کانال رو برمی‌دارن، سورس‌های پابلیک رو میان توش لایسنس یا پنل خودشون لینکشون رو میذارن، مثلا کانالایی که می‌نویسم این کارا رو حرکت‌ها رو میزنن MR آف MR چیت. این دوتا چنل بزرگوار معروف ترین کسایی هستن که دارن این کارا رو انجام میدن. ما هم اومدیم آموزش رو گذاشتیم، آموزشش رو ببینید. خوشحال میشیم که بچه‌ها حتما این ویدیو رو لایک کنید و در ازای ما نه پولی ازتون می‌خوایم نه چیزی، فقط تنها خواهشی که داریم این ویدیو رو لایک کنید که لایک این ویدیو بیاد بالا دوستان عزیز. تا برید اول آموزش رو ببینید بعد خدافظی کنیم دیگه. یا شاید خدافظی نکنیم. بعد فایل هیچ نوع پسوردی هم نداره، اینم بگم. بعد اینا با اندروید ساخته شده، با پی سی ساخته نشده، پی سی هم نیاز نیست. مثلا پی سی نیازی نه، همش با اندرویده. بریم آموزشا رو ببینیم. چه بتونیم یه آبجون بسازیم. اندروید AI رو باز می‌کنیم. روی سه نقطه میزنیم، روی این سه نقطه که داره بالا، روی مور و توی پروژه این بریم توی مور، توی ستینگ که رفتیم بیلدر ران میزنیم. بیلدر ران رو زدیم، اندروید اسکیلی رو انتخاب کنیم. پس فایل چیه، یعنی اون جایی که ذخیره کردین رو پیدا میکنین و خب پسش رو اینجا میزنین. خب یعنی اصلا اینطوری. خب من با امتی منیجر دارم اصلا کار میکنم، ولی این قدیمی هستید من توی مثلا اینا میخوام پسش رو پیدا کنم، مثلا این فایل ها روش کلیوش میگیرم، توی پراپرتیز این پرنتش رو کپی میکنم. البته شما فایلی که بهتون میدم رو کپی کنید. فایلی که بهتون میدم فایل بیلده، میذارم زیرش فایل بیلده، دانلود کنید و اینطوری مثل من بگیرید اینجا کپی کنید و بزنید تا نصب بشه. بعد از اینکه نصب شد پروژه‌تون رو باز میکنید. بذار من اینو ببندم، مثلا پروژه‌مو ببندم تا به شما کاملا همه چی رو توضیح بدم. مثلا میریم توی این کجا، توی یه پروژه‌ای مثلا به نام اینجا داشت BSRC این JNI و خب MECP یس رو میزنم، باز میشه. برای اینکه تونم پنلش رو عوض کنم توی گزینه مور میزنم و خب فایل رو میزنم، این فایل رو به نام کانکت رو میزنم، کانکت، و اینجا میتونیم پنل رو عوض کنیم. شما میتونید از پنل رایگان کمک بکنید که من چند تا از این پنل رایگان رو میذارم و خط کانکشنش رو میذارم. شما باید اینجا خط کانکشنش رو پیست کنید. خب باشه، خواهیم این برای بعدی مثلا میتونید اسم و همه چی رو تغییر بدید توی این سورس که خب کار خاصی نداره. مثلا اسمش مثلا از من دارک شما کنید مور فایل مثلا دار، مثلا چیزی که دارک داره رو پیدا کنه، مثلا یا فایل تلگرام مثلا دارک. اینجا رو چی ممکنه کنی، اینجا میتونی این تکستش رو عوض کن. بعد حالا این سراغ بایپس که رفتین، باید بایپس خوب رو خریداری کنید. یعنی چی؟ بایپس رایگان خوب نیست،
خب این بایپس هم من اینجا اد کردم. حالا من در طریق فایل اد کردم. خب این یعنی ذره زوده. می بایپس معمولی رو اد میکنیم. بایپس معمولی چجوری اد میشه بهتون میگم. تو این بایپس مثلا اینا رو که سلکت آل میذارم، میام توی اینجا توی قسمت بایپس. حالا بایپس رو راحت تر پیدا کنم، میذارم درا ESP دیدرای ESP اینجاش بایپس هست، قطعا اینجاش بایپس. آقا من اینا رو همه رو پیست میکنم اینجا، صبر میکنم تا این چیز شه. یه ذره خیلی طول میکشه ولی خب اوکیه، یه ذره طول میکشه، نیازی هم نیست، فقط بایدش کنی. این که خالی شده اینجا رو پر میکنید. خب حالا میایم اینجا برای پروژه رو سیو میزنیم. خب پروژه رو سیو زدیم قطعا باید یادتون باشه که پنل درست اد کرده باشید. خب من یه پنل رایگان برای شما میذارم، پنل رایگان. خب بعد فقط با وی پی ان توش وارد چی، من خط کانکشن پنل رایگان هم براتون میذارم که خط کانکشن رو شما گفتم کجا برید، خط کانکشن رو بعد بزنید کانکت، توی اینجا اد کنید. اینجا رو میبینید خط کانکشن پنلی که بهتون میدم، بعد شما اینجا اد کنید. خب بعد مطمئن شده باشین اسم و ایناش اوکیه، بعد خروجی بگیرید. بایپس خوب هم میخوایم بعد خریداری کنید بایپس خوب و اینا رو. یه کسی که بایپس خوب و سورس خوب خواست بیاد خریداری کنه، اگه نه اصلا اگه خروجی الکی هم بگیرید با سورس های رایگان میشه. این سورس اوکیه، سورس پولیه و خب قیمت زیادی هم نداره، میتونید این سورس رو خریداری کنید. حالا میگیم که اینجا ما اد کردن پنل هم اوکی بود، خروجی هم خروجیشون میگیرن. میگیم اینجا بیا بتونیم خروجی میگیرید. اینجا رو میبینید، اینا روی این بعد بزنید، روی میزنی و خروجی کاملا میگیری. وقتی خروجی گرفتی توی امتی منیجر میدید، توی SRC مثلا همونجا که من اد کردم اینا میرید. خب یه فایل APK بهتون میده، مثلا صبر کنید تا چیز شه. ارور داد، ارور می CPP اینه چی میگه، یه مشکل داره. نه اینجاش مشکل داره. جاش مشکلش بگنه همه چیش اوکیه. بعد این اپلیکیشنش رو دانلود میکنید. خب حالا من دارمش یا پیدا بزنم مشکل نداره، ولی شما با این نسبتی ما این استال رو بزنید. خب حالا من این اپلیکیشن رو داشتم، من شما پیدا بزنم. ثبت بکنید تا نصب رو. اگه دسترسی نخواد دسترسی بهش بدین، هیچ مشکلی پیش نمیاد اصلا. خب یه دان رو میزنید، ببینید کجا میرید. تو امتی منیجر یا که منیجر هم رفتین، میاین توی بخش اکسترکت APK. خب اسم APK من نوو مود SRC بود. اکسترکت رو میزنید، کلوز رو میزنید. حالا میایم توی کجا، توی MD2 امتی منیجر MD2 APKs و خب اینجاستش. یه فایل کلیل ساین پابجی هم بهتون میدم که تو اون اد کنید. فایل کلیل ساین پابجی میریم توی اینجا ویو میزنیم لیب، میریم توی اینجا توی مثلا توی همون فایل اکسترا کردم اسمش نوو مودی، فایل همینه. میام توی این فایل ویو میزنم لیب یا چیز شروع اینا، یه رینیمش میکنم. خب
این تو این فایل کیستان فقط این جواب میده. این تو این فایل پابجی ها اد کنم، اسم لیب اصلی من که ران میشه لیب اس اس. خب لیب اس اس رو اد میکنم توی پابجی. میمیچ و میتونم چیز کنم، ثبت میکنم که این B123 بیاد و این استال میزنم. میتونم پابجی مود خودم رو داشته باشم. اگه بایپس خوب اینو میخوایم و خریداری کنید، بایپس قیمتی نداره، سورس خوب خواستین سورس رو میتونید خریداری کنید. حالا من یه سورس رایگان برای شما میذارم، به اون روی سورس اطمینان نمیکنم، یعنی سورس ممکنه سیف باشه سیف نباشه. سورس اگه خوب نباشه بایپس هم روش اد کنید باز هم مشکل پیش میاد. حالا میگیم که حالا من هر شب دارم بایپس میسازم، بایپسم فردا کامل آماده میشه. خب این بایپس دیدید مثلا برای سیزن پیشه بایپس اوکی نیست. خب فردا بایپس آماده میشه و شما میتونید از این بایپس به خوبی استفاده کنید. خب حالا و اگه کسی خاص خریداری کنه میتونه از این بایپس خودتون دارم درست بکنم به خوبی استفاده کنه. میتونید دوره بایپس سازی هم بخرید، باز اونم پول زیادی نیست، زیاد گرون برای شما نذاشتیم که بتونید راحت خریداری کنید. سورس هم اگه خواستید میتونید خریداری کنید. یه سورس رایگان میذارم چنل، ولی خب معلوم نیست چی به چیه، چون خب از خودم از این کانال برداشتم و اصلا امتحانش نکردم سورسش که ببینم سورسش سیفه یا نه، چون هم سورس بس سیف باشه هم بایپس که بتونید یه چیز خیلی خوب درست کنید. حالا سورسش حالا من تست نکردم، میذارم چنلی که فقط برای یادگیری باشه. بایپسش هم یه بایپس چند خطی میذارم که خودتون ادش کنین و ببینید که چی به چیه، یعنی خودتون بلد شدین یا نه. پنل هم حتما براتون یه پنل رایگان میذارم. خب بدرود تا ویدیو بعد، خدا نگهدار. میتونی یه پنل یوزر نیم ایجاد کنید. پنل رو براتون زدم و وی پی ان روی پنل روشن کنیم تا کار کنه. وی پی ان روشن میکنم، پی بگیرم ازش. آردی میزنم. حالا چیکار کنم؟ میزنم رجیستری که رو میزنم. Welcome to Venom Panel. اینجا مثلا یه یوزر نمی که انتخاب کنم و میزنم آریا فول نیم. مثلا فول نیم میتونم مثلا میزنی یه فول نیمی. پسوردتون رو میزنی. پسوردتون هم باز کنفرم میکنید. خب پسوردتون رو زدین. داد آکو 1 2 3. خب بعد حالا رجیستر رو میزنید. این آقا یکی داره مثلا جای اچ یه جه از نقطه ساین نقطه آکوا 1 2 3. باز نمیشه. یوزر هم مکس. خب آکا 1 2 3 هستمش.
مکسیم مثلا باشه. دوباره میریم امتحان میکنیم میشه یا نه. با دوباره این امتحان کنم که بشه. اینجا نمیشه. کنده فید منی اولی شما که راحت درست کنیم. چرا امروز من نمیتونم درستش کنم. خب درست شد. زنم مکسیم پسوردم میزنم. پسوردی که البته این رایگان هستم. هر روی زنیم پسورد خاصی استفاده کنی مهم نیست. آلردی رو میزنیم. میرجیستر نشد. چرا مکسیم حالا تو من رفت تو پنل که رفت میریم اینجا توی قسمت کی این کلید نداریم. میریم توی این 3 نقطه توی جنریت اینجا رو میگم و توی این بخش اینجا دارم میگم و بیا اینجا. خب بعد حالا میایم اینجا کلیدی که داریم رو میسازیم. بعد جنریت رو میزنیم. خب کلیدی که هم داره کپی میشه. میتونیم از کلید استفاده کنیم. بعد تمام.